روزی که اومد پرسپولیس هنوز سایه سنگین گلر سابق رو دروازه آزادی سنگینی می‌کرد. زیر شدیدترین فشار کار خودش رو شروع کرد، ولی الکسی گوندوز بدون ترس از هیچ رقابت و مقایسه‌ای توی دروازه وایساد و تونست عملکرد خیلی خوبی از خودش ارائه بده. شاید بازی با پاش اونقدر خوب نبود، ولی با واکنشاش و شیرجه‌هاش، اون لحظاتی که نفسمون تو سینه حبس می‌شد نجاتمون داد. تعصبش رو فریاد نزد، ولی با رفتارش سرباز واقعی واسه پرسپولیس بود. الکسی گوندوز قرار پرسپولیس جدا شه و اسمش میره کنار خارجیایی که مسیرشون از ما جدا میشه، ولی قلبمون همیشه همراهش بود. کسایی مثل عثمان، عبدالکریم حسن و یا خود الکسی گوندوز و شاید پولسیانی. نظرتون راجع به گوندوز واسم بنویسید و اینکه همیشه قلبمون همراهشه. مخلص. خوشان روز که دل بر مال ما بود، مقام تاج و سر بر مال ما بود. جان لیلی جان لیلی، خوشان روز که ما غمخواری داشتیم، عزیز نازنین یاری داشتیم. جان